امتحانش کنی. نشد نداری. شما معلومه که یه راهی رو میری باید خسته بشی، باید اذیت بشی، باید زمین بخوری. این زندگیه. اگه شما بدون بدیهی این پس من کافی خسته نشم، من کافی رها نکنم، رمزو گرفتی. موفقیت در رها نکردنه. لذت میبرم از زیستن، حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط. اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ پشیمونی برای چی؟ برای اینکه زنده بودم، یا اصلا یه فیلم رو بد بازی کردم، یا فیلم خوب بازی کردم، یا اینکه یه رفتارم در جامعه غلط بوده؟ شانس مال کسیه که تا آخرین لحظه تلاش میکنه. 2 پایان همه چیز خوب. اگر پایان یه چیزی بد شد نگرانش نباش، چون پایانش نیست. امتحانش کنی. نشد نداری. شما معلومه که یه راهی رو میری